تاریخ را با قصه اشتباه نکنیم. تاریخ یعنی شرح حال ما، منتها در یک صحنه دیگر. تاریخ یعنی من و شما، یعنی همینایی که امروز اینجا هستیم. پس اگر ما شرح تاریخ را داریم میگیم، هر کدوم از ما باید نگاه کنیم ببینیم ما در این داستان کجاییم، کدام قسمت قرار گرفتیم. بعد ببینیم اونی که مثل ما در این قسمت قرار گرفته بود اون روز چجوری عمل کرد که ضربه خورد، ما اونجوری عمل نکنیم. در یک کلام میتوان گفت که امیرالمومنین علیه السلام مغلوب جنگ نرم مخالفان خود شد. همون امیرالمومنین علیه السلامی که هیچ کس در جنگ سخت حریف او نبود و یارای مقابله با حضرت رو نداشت، حضرت در جنگ نرم مغلوب دشمنانش شد. دلیلش هم واضحه، به سبب این که دشمن در جنگ نرم به هر وسیله دست میازد، دروغ، توطئه چینی، فریب، حیله‌گری، اینها از ذات مقدس امیرالمومنین علیه السلام دور بود و لذا دشمنانش موفق شدن در جنگ نرمشون بر ضد مولای متقیان علیه السلام بر اون حضرت فائق بیان. همین که خبر ارتحال پیغمبر در مدینه پیچید، خب مردم به شدت سوگوار شدن، گریه و آه و ناله. در کنار این ابراز احساسات، انصار، مردم مدینه، اون هم البته نخبگانشون، خواص و رجال و سرشناسان انصار جمع شدن در جایی به نام سقیفه بنی ساعده. سقیفه یعنی چی؟ سقیفه یعنی جایی که سقف کوتاه داره و در مدینه از این سقیفه ها زیاد بود. بعد از ورود اسلام به مدینه و مسلمان شدن اوس و خزرج دیگه سقیفه بنی ساعده تشکیل نشده بود. دقت فرمایید، سقیفه مال دوره جاهلیت بود و تصمیم گیری هایی که بر ضد دشمنانشون میکردن. حالا که اسلام حاکم شده، پیامبر اسلام رهبر دولت اسلامی است و مسجد مرکز اجتماع و تصمیم گیری و عبادت و سیاست مسلمان هاست، دیگه معنا نداره سقیفه‌ای در کار باشه و انصار بخوان در اونجا جمع بشن. یک ارتجاعی پدید آمد، یک بازگشت به دوران جاهلیت رو شما اینجا مشاهده میکنید که انصار مثل دوره جاهلیت سقیفه رو تشکیل دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. بزرگ انصار سعد ابن عباده انصاری بود که خودش خزرجی بود و او آغازگر صحبت بود. او بود در جمع انصار خواص حاضر در مجلس عنوان کرد که پیغمبر بعد از عمری رسالت و مجاهدت به جوار رحمت خدا رفت و ما انصار بودیم، دقت کن، ما انصار بودیم که به واسطه حمایت ها و جانفشانی هامان باعث موفقیت پیغمبر و گسترش اسلام شدیم. لذا ما به جانشینی پیغمبر اولا هستیم نسبت به دیگران. جانشینی پیغمبر باید در اختیار ما باشه. هم یعنی ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح، اینها یک مثلثی رو تشکیل میدادن. با راهنمایی معن بن عدی آمدن داخل سقیفه. گفتیم سقیفه هم یک جلسه محرمانه و سری بود.
اینها وارد شدن. هر کسی از انصار راه نداشت به اونجا تا چه برسه از مهاجرین، و شروع کرد در سخنانی به مدح انصار پرداختن که شما بودید اسلام رو یاری کردید، اگر شما نبودید اسلام پیش نمی رفت، این فتوحات، این عرض کنم دامنه گسترده اسلام پدید نمی آمد. خوب که تعریف و تمجید کرد که نقش شما قابل انکار نیست. گفت اجازه بدید ما به پیغمبر نزدیکتریم، ما خیشان اون حضرتیم. همون چیزی که قبلا خود اینها مطرح کرده بودن، ممکنه اینها دلیل بیارن، به زبان آورد. سابقه اسلام ما از شما بیشتره، اجازه بدید خلافت از ما باشه، وزارت از شما، و ما متعهد میشویم هیچ کاری رو بدون نظر و تایید شما انجام ندیم. ابوبکر فوراً حدیثی رو اونجا مطرح کرد و به پیغمبر نسبت داد. گفت پیغمبر اولا فرموده الائمتی من قریش، جانشینان من از قریشن، شما قریشی نیستید. این یک. ثانیاً اگر شما می توانستید خلیفه بشوید بگید ببینم خلیفتون اوسیست یا خزرجی. گفت اگر خزرجی باشه ما مهاجران و اوسی ها زیر بارش نمیریم، و اگر اوسی باشه خزرجی ها و ما مهاجرین قبولش نمی کنیم. این سخن رو که گفت این چقدر زیرکانه عمل کردن. اینا یادشون رفته بود ما اوسی و خزرجی هستیم، هممون انصار پیغمبری. عرض کردم که رئیس اوسی هم از دنیا رفت، دیگه نیومدن جانشین براش تعیین کنن، گفتن همه تابع همون سعد ابن عباده. اما ابوبکر دعوای قدیم اینها رو زنده کرد. ببینید بی بصیرتی چقدر کار دست افراد میده. اولا اگر بصیرت داشتن باید تابع همون فرمایش پیغمبر بودند و اصلا این مسائل رو مطرح نمی‌کرد، و اگر هوشمند و هوشیار بودند باید میفهمیدن که این بابا که این حرفو میزنه مخالف هم اوس هم خزرج. ابوبکر دید کاملا تیر به هدف نشست، لذا برگشت گفت که اینک دو صحابی برجسته صالح و لایق پیغمبر اینجا حضور دارن، هر دو لایق برای خلافت، عمر ابن خطاب و ابو عبیده جراح، با هر کدام که خواستید به عنوان خلیفه بیعت کنید. اونتا این دوتا هماهنگ گفتن تا تو صحابی با سابقه پیغمبر که از ما قدمت اسلامت بیشتره، سنت بالاتره، یار قار پیغمبر بودی، حضورداری نوبت به ما نمیرسه. اوسی های حاضر از لج خزرجی ها سریع دویدن جلو و دست ابوبکر رو تو دستشون گرفتن بیعت کردن. تمام شد، به همین سادگی تمام شد. صداهایی برخاست، معلوم نیست که گویندش کی بود. حالا گفتن پس علی چی؟ مگر ما قبلا با علی در قدیر بیعت نکرده بودیم؟ که عمر ابن خطاب پاسخ داد علی اولا جوانه و پختگی لازم رو نداره، ثانیاً دستش به خون بزرگان قریش آغشته است و قریش زیر بار خلافت او نمیره، ثالثاً فرصت برای علی هست که به خلافت برسه، الان پختگی نداره، سن و سالی نداره. و اون صدا هم قانع شد، آرام گرفت.